اما مسئله دیگر این است که برادرای عزیز، از شما میگوید که قضیه فلسطین همخانه هم نمیداند. میگوید برای چی نمیدانند؟ برای آنکه اونا شاید فقط موسیقی تماشا میکنند. همون آبونه شویشان به کدام، یعنی که کانال ها آبونه شدگی اند، فقط نوار همونها به آنها پیشنهاد کرده میشد. بنابراین بسیار حالی تاجیک ها داریم، بسیار مسلمان ها داریم که در همین در یوتیوبش اقل یگان امر معروف پیشنهاد نمیشه، نمیبرد در روی اکرانش. برای چی؟ که باید یگان مراتب ندار آمده است. آخی یگان مراتب اهمیت نداده است، گوش نکرده است، آبونه نشده است، همش فسق و فجور است و از کجا داند آخی؟ یک مسئله دیگر به عاید همین رسانه ها برادرای عزیز دقت شما را جلب میکنم. شیخ الاسلام در مجموع الفتاوا آمده است سخن حضرت عمر خلیفه مسلمان ها، جاینشین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت عمر را آوردن که حضرت عمر میگفتند که لست بخب ولا یخدعنی الخب. در بعضی نسخه ها لست بخب ولا الخب یخدعنی، من فریبگر نیستم لیکن مرا فریبگر فریب داده نمیتواند. من فریبگر نیستم، حضرت عمر میگه، لیکن فریبگر من فریب داده هم نمیتواند. همین خیل باید مسلمان باشد. یک شخصی ساده، حالی بعضی برادرها نمیدونن که حقیقت در کدام جانب است. برای چی؟ برای آنکه رسانه ها را گوش میکنه، رسانه ها دروغ میگوید. رسانه ها دروغ میگوید. بله یک قسم راستی دارد، لیکن در بینش دروغش هست. وقتی که همین مسئله ها را میدیدم سخن ابو سفیان به خاطرم رسید. در صحیح بخاری وقتی که ابو سفیان با هرقل عظیم روم، یعنی امپراتور روم، شاه اروپای همون وقته، ابو سفیان همراهی یک چند مسلمان ها به قصر شاه دعوت میشه، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به عظیم روم مکتوب نوشته بودن که اسلام قبول کن، سلامت خواهی، اگر خواهی که سلامت مانیده هم از عذاب دنیا، هم از غضب الله، هم از عذاب دوزخ، اسلام بیار، اسلم تسلم. وقتی که مکتوب گرفت گفت که ما عرب هایی که در بازار تاجرها هستن بیارید. گفت چند عرب هایی که در بازار بودن همش کارمنداش قبیده آوردن. بعد سوال داد، یک چند سوال داد. آیدی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ایکم اقرب نسبا، کدام شما از روی نسب به محمد نزدیکتر هستید؟ ابو سفیان من گفت. ابو سفیان قریشی است، خویش پیامبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی که به ابو سفیان سوال میداد هرقل، ابو سفیان جواب میداد. یک سوال داشت که فهل یقدرو، گفت در بین سوالهاش هرقل یعنی شاه روم سوال داد که هل یقدرو، همین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم آیا خیانت میکند؟ قلت لا، نه خیانت نمیکند. گفت ابو سفیان به همه سوالها جواب راست میگفت. فسانه یک گپ گفتم اینجا، یعنی که شاهدی گفتنی من از سخن ابو سفیان به امروزه رسانه ها همین. آیا پیامبر خیانت میکند؟ گفت که لا، خیانت نمیکند و نحن الان منه فی مدت نخاف ان یقدر، ما حالا یک مدت با وی رفت آمد نداریم. 3 سال در یکی از کنجهای مکه تحریم کرده بودن، یعنی بلاکاد کرده بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم و بعضی خویشاوندان و مسلمان ها را. ما حاضر یک کم مدت با آنها رفت آمد نداریم، شاید خیانت کرده باشد. یعنی که مفهومی کلامش آیا خیانت کرد؟ خیانت میکند؟ گفت نه خیانت نمیکند، لیکن ما حاضر یک کم مدت با او رفت آمد نداریم. گفت همین قدر گپ گفت. بعد گفت که ولم یمکننی کلمه ادخل فیها شیئا انتقص به، یگان کلمه امکانیت نداد که من با همون کلمه از محمد انتقاص کنم، یعنی کمبودیش یا هم محمد تنقید کنم، عیبدار کنم، غیر همین کلمه، یعنی همین قدر گنده کرده توانستم. گفت یعنی آیا خیانت میکند؟ گفت نه خیانت نمیکند، لیکن از ما یک چند مدت با او رفت آمد نداریم. گفت یعنی شاید خیانت کرده که باشد کن، همین قدر گپ. یعنی همین هم نگفت که شاید خیانت کرده که باشد، نه، یعنی مفهومی کلامش. ما یه مدت اکمل جان ببینید گپ زنی را، ما یه مدت با او علاقه نداریم. ما نداری، در روایت مسلم اومده است که لا ندری ما هو صانع فیه، ما نمیدونیم که در این وقت چیکار کرد، یعنی آیا خیانت کرد یا نکرد. میگه که فوالله
ما امکننی من کلمت ادخل فیها شیئا غیر هذه، برای من یگون امکانیت نداد هرقل که غیر همین کلمه که در آرم. یعنی سبب دروغ نگفتنش اصلا هرقل سوال میداد و در جوابش صدق راست گفتی، درست است، پیغمبرها همین خیلی هستند، درست است درست است درست است میگفت. امکانیت آخه در حضور پادشاه یک تاجر عادی با در یک کشور غریبی حقی سخن گفتن ندارد. لیکن مقصد غیر از این دیگر عرب های در پشت سرش ماند، دیگر تاجرای گفت که اگر دروغ گفت دروغ گفته به من آگاه کنید. گفت ثانی عرب ها یک خصلت خوب داشتن، کافر بودند و یک چند خصلت های خوب داشتن، از جمله دروغ نمیگفتن. برای چی؟ برای چی؟ برای آنکه یک روز همین ها پیشتنگی ها یک روز نه روز در یک جای دیگر میگن که ابو سفیان در همونجا دروغ گفته نقل میکنه، صفت کمبودی است. دروغگویی این صفت خوب نیست. یعنی نمیخواهم که در حقم صفت نقص، یعنی او به خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم یا از جهت امانت نگهداری و خدا ترسیش دروغ نگفت، برای آبروی خودش دروغ نگفت. این رسانه ها همش به فایده همون رسانه کی باشد، به فایده همون حکومت گپ میزنه. یعنی از کجایی که مبلغ میبیاید به آنها جانبداری میکنند. هم مثلا برای چی؟ مثلا این هر یک مردمی ما بسیار ساده است، هر چیزی که در تلویزیون و رادیو یا گازیت است باور میکنن. او قریب 90% دروغ است. یک کم در هوشیار شوید. حضرت عمر سخنشون برای چی من گفتم؟ من فریبگر نیستم، لیکن فریبگر من فریب داد و نمیتواند گفتم. کمتر هوشیار باشید جوانها، کمتر خوانید، از بین رسانه ها با همین گویم پینسپ سخن راستش جدا کرده گیرید. یعنی نگاه کنید کدام رسانه حقیقت میگوید کدامش دروغ میگوید. خلاصه کمتر هوشیار شوید برادر. خب نه اینجا داملا عیب خودمون هم هست، بیایید اقرار شویم. اصلا همین نفرانی که این لحظه من هزارها تماشا میکنند حاضر، عیب خود ما هست. آیا هر کدام از شما توانستید وقتی که دیدید که در جریان همین نبردهایی که امروز شده ایستاده است یا جریان این خونریزی هایی که شما میبینید، شما در کجا پدیدیت کردید، به کیف روان کردید؟ تا اینکه داملا گفته گذاشتن از این پیش، گفتند که هر کس هر چیز رو تماشا کند انا همون برآمدن میگیره در صحیفه های اجتماعی. یعنی شما اگر در یوتیوب تنها لطیفه تماشا کنید و اون رقاصه تماشا کنید و دیگر حرام های دیگر رو تماشا کنید، تنها همون برای شما میبراید. و اگر شما هم اینش و هم دیگرش رو تماشا کنید اما آن چیزی که حقیقت است، حقیقت رو برای دیگران نیز روان کنید، انا همون نفرانی که نمیبینند آنها نیز واقف میشوند، با خبر میشوند. از این خاطر عیب خودتان را نیست، عیب خودمان را نیست، ما باید که اقرار کرده تانیم. یعنی فقط به زیمه دیگران نپرتایم، فقط من میدونم موضوع رو دیگر کس نمیدوند. عیب شما است که دیگر نفر این موضوع مهم و داغ و امروزه چیزی که باید هر یک مسلمان میدوند باید میدونست. از این خاطر اقرار باید شویم. بله، باز یک نعمت الله تعالی این تلفن و اینترنت امروزه است که اگر شما تصور کنید 50 سال پیش همین حادثه اگر روی دهد یا در 50 سال پیش قرار داشته باشیم، بله 50 سال پیش اینترنت بود و در همه کشورها نبود، فقط در داخل امریکا بود، کم آدم‌ها استفاده میکردن. حال اگر مانند زمانه پیشینه باشد و فقط رسانه ها در دست همون هر یک کشور باشد، فقط اخبار میتواند یعنی که حکومت ها پهن کند، در این حالت وای بر حال ما بود. بله فقط چیزی که میشنید مجبور باور میکردید. لیکن امروز سبحان الله یک دختر من سخنش در چی ما نشر کردیم از داخل اسرائیل گپ میزند. حقیقت کار خودش نصرانی هست به فکرم، یعنی که حقیقت بیان میکند. یا یک یهودی، من سخن یکی از یعنی که دانشمندان یهود گوش کردم، اون جانبداری فلسطین بود، حقیقت میگفت. این خیلی نوارها زیاد است، شما جستجو کنید حقیقت را، یعنی میابید البته.